سنت‌های عجیب کشورهای مختلف برای بسیاری از افراد شناخته شده نیست. در دنیا سنت‌های عجیب و غریب و ترسناکی وجود داره که شاید برای ما ناشناخته باشه، اما در طول سالیان دراز به فرهنگ یک ملت تبدیل شده. امروز می‌خوایم چند مورد از اون رو به شما معرفی کنیم. یکی از رسوم عجیب دنیا که بیشتر در تایلند و قبیله‌های آفریقایی و بخش‌هایی از ویتنام رواج داره، فرهنگ حلقه انداختن دور گردنه. با توجه به مشاهدات و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، این حلقه یه بشه که فنر از سن 2 سالگی دور گردن خانم‌ها انداخته میشه و بعد از مدتی این حلقه باعث دراز شدن گردن میشود. در واقع نظر مردم این قبایل دراز بودن بیش از اندازه گردن یکی از نشانه‌های زیبایی است، اگرچه خیلی‌ها با این نظر مخالفن و بر این باورن که این رسم وحشتناکه و باید هر چه زودتر ممنوع بشه. یکی از عجیب‌ترین رسم و رسومی که در دنیا وجود داره، زندگی کردن با مردگانه که بیشتر در بعضی از قبایل کشور اندونزی به چشم می‌خوره. آنها اجساد افرادی که دوست دارن را به جای اینکه دفن کنن در خانه نگه می‌دارن. شاید عجیب باشه، اما آنها با این اجساد مرده تا زمانی که مراسم سنتی خاکسپاری تمام نشه زندگی می‌کنن. همه چیزی که از اسکیموها می‌دانیم این است که آنها در سرمای بسیار شدید در مناطق قطبی زندگی می‌کنند، اما آنها یک رسم عجیب و ناشناخته دارند و آن هم این است که فرد پیری که در بستر مرگ یا خیلی پیر شده را در تکه یخی شناور می‌گذارند. اسکیموها بر این باورند که این کار باعث میشه تا افراد پیر به این باور برسن که باری بر دوش دیگران نیستند، رسمی که واقعاً ترسناک و دردناکه. با وجود اینکه مردم بیشتر دنیا دل خوشی از زمستان و سرمای سختش ندارن، اما مردم در کانادا به خاطر رسمی عجیب انتظار سردترین روزهای زمستان را میکشند. مردم منطقه یوکن برای انجام این سنت ابتدا سرهایشان را در چشمه‌های جوشان آب گرم فرو میکنند و بعد فقط منتظر میمانند تا هوا بقیه کار را انجام بده و این در روزهایی از سال انجام میشه که هوا منفی 30 درجه است و موهای خیس اهالی یوکن یخ میزنه و قندیل میبنده. اگر از فرهنگ مردم آلمان اطلاع داشته باشید، حتما میدونید آلمانی‌ها کم رسم و رسوم عجیب و غریب برای ازدواج ندارن و پولتوبند هم یکی از همین رسومه که در نقاط مختلف آلمان اجرا میشه. دوستان آشنا عروس و داماد یک هفته قبل از جشن عروسی جلوی خانه پدر عروس حاضر میشن و هر چیزی مثل بشقاب و لیوان و گلدان را روی زمین خورد میکنن. البته شیشه آیین مورد قبول نیست چون بدشانسی میاره. بعد از اتمام این کار عروس و داماد باید همراه هم همه چیز رو جمع و تمیز کنن. این کار نمادین به این معنی که آنها تا پایان عمر باید با هم با مشکلات روبرو بشن. تولد نوزاد امری مبارک و فرخنده است و بنابر سنت‌های خاص در مناطق مختلف جشن گرفته میشه، اما مردم منطقه موریسا پا را فراتر گذاشته برای گرامی داشته تولد و آماده کردن نوزاد برای زندگی آینده در فستیوال عجیبی شرکت میکنند و طی این مراسم مردم محلی نوزادان تازه متولد شده خود را روی زمین میگذارند و افرادی با لباسهای خاصی که نقش شیطان را بازی میکنند از روی این نوزادان بی‌نوا و از همه جا بیخبر میپرند. اما جای نگرانی نیست، طی این مراسم که از قرن 17 تا به الان برگزار میشه هیچ حادثه خاصی گزارش نشده. اگه دانمارکی هستی باید خیلی جدی به ازدواج فکر کنی. بنابر رسمی شاد در کشور دانمارک اگر شما به سن ازدواج رسیدید و هنوز مجردید، قبل از خروج از منزل باید حسابی آماده باشی. در این رسم مردم محلی به فردی که بیشتر از 25 سال سن داره و مجرده دارچی میپاشند. شرایط برای افراد مجرد بالای 30 سال از اینم وخیم‌تره و به صورت و لباس این افراد فلفل سیاه پاشیده میشه. پنیگالتون تپه کوپر مسابقه بسیار محبوب که هر سال در شهر گلستر انگلیس برگزار میشه. در این مسابقه از یک قرص پنیر استفاده میشه که بین 3 تا 4 کیلوگرم وزن داره. قرص پنیر میتونه با سرعت 112 کیلومتر بر ساعت حرکت کنه و شرکت کنندگان باید از تپه 182 متری پایین برن تا به قرص پنیر برسن. برنده کسی که زودتر از بقیه به پایین تپه میرسه. شیب تپه بسیار زیاده و به همین دلیل بسیاری از شرکت کنندگان روی زمین میافتند و حتی دست و پاشون میشکنه. تصور میشه این مسابقه دست کم 600 سال قدمت داشته باشه. ممنون که تا اینجای ویدیو با من بودین. لطفا منو سابسکرایب کنین.